عالم دیدنه. ما باید ببینیم. برای اهل معرفت، اهل معنویت، اولین چیزی که سر راه سلوکشون، تزکیه نفسشون آشکار میشه، اون مشاهدات، اون شهوداتشونه. سالک تزکیه میکنه خودش رو، سالک سلوک میکنه، جلو میره که اون تیرگی ها و غبارهای که در این قلب بلورین، قلب آینه شکل مرآت گونه گرفته شده، اونها رو پاک بکنه. وقتی که اونها رو پاک کرد، بعد سالک راه طریق به توسط تزکیه و پاک کردن به مشاهدات میرسه، به مشاهدات و به مکاشفات میرسه. سالک مشاهدات میکنه، مکاشفات داره، اما آگاهی نداره. بسیاری از عارفان ما، عابدان ما، زاهدان ما هستن که مشاهدات دارن، مکاشفات دارن، اما آگاهی و عارف به مشاهدات و به مکاشفاتشون نیستن. من یکی از بندگان خدا که خیلی اهل تقوا، اهل عبادت هست، که زبانزر دیگه اسم نبرم اینجا، زبانزر تو شهرک، دایم در تقوا، دایم در نماز، دایم در عبادت بود. یه روزی دیدم که جلوی محراب داشتم نماز میخوندم، یه حالتی بر من پیش اومد، دیدم یک شخصی با یک تازیانه ایستاده روبروی من، به من میگه فلانی، میگم بله، میگه سوره موسی رو بخون. میگه طوری با من صحبت کرد با اون تازیانش که من خیلی ترسیدم، وحشت کردم، گفتم چشم سوره موسی رو میخونم. وقتی که نمازم تمام شد، آمدم قرآن ورق زدم، دیدم سوره با نام موسی وجود نداره. از چند تا عالم روحانی دیگه هم سوال کردم که سوره موسی و سوره موسی در قرآن نیست. یه همچین شهودی، مشاهده من داشتم. گفت چیه؟ گفتم هر وقت من اومدم در مسجد پیش من نگی بشین، برو اون طرف احکامت درست کن، احکامت بخون، نماز قضات بخون، ذکرت بگو، نمازهای نافلات بخون، پیش من نگی بشین. چرا؟ چون بعضی صحبت ها رو من میکنم که تو متوجه نمیشی. ببین شهود کرده، شهودش هم واقعیه. میگه برو دین موسی، میگه برو سوره موسی رو بخون، میگه برو دنبال عبادت، دنبال احکامت، اونه بخون. میگه فرموده سوره موسی به این معناست. ببینید تزکیه نفس کرده، پاک شده. و اونایی که در این شهرک هستن، اگر نامش بگم، همه قبولش دارن به عنوان یک شخص عابد، زاهد، متدین، همه قبولش دارن. اما شهود کرده، این شهود رو تشخیص نمیده، یعنی تشخیص دهنده این مشاهده نیست، بعد اهلش بهش بگه. پس سالک به توسط تزکیه نفس، سلوک میره جلو برای شفافکاری، شفاف سازی، برای پاک سازی، برای دستمال کشیدن روی اون غبارها، اون تیرگی های مرآت قلب، آینه قلب. برای این میره جلو. وقتی که رفت جلو مشاهدات میکنه، مشاهدات برش پیش میاد، شهودات برش پیش میاد. اما این شهودات و این مکاشفات، این سر صداها که به گوش دل این شخص تزکیه شونده، شخص اهل طریقت پیش آمده یا پیش میاد،
نمیتونه تشخیص به تشخیص دهندش نیست، نمیتونه متوجه بشه بفهمه که این چیه، چی میگن و این هایگز چیه. مثال اگر من بزنم، مثال فرض کن کودکی 2 ساله 3 ساله در بغل شما، آقا دارین دور دنیا میگردی، همه جا رو میبینه، اما این بچه نه اونهایی که میبینه تشخیص میده و نه اونهایی که میشنوه تشخیص میده، که قرآن هم آمده فرموده دیگه، فرموده و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت. اول پاک میسازمشان، اول پاک میسازدشان و بعد میآموزدشان کتاب و حکمت. اول ما باید پاک بشیم، مرآت قلبمون پاک بکنیم، حقایق برامون تجلی بکنه، آشکار بشه، نداها همه چی. بعد اینجا تازه سواد شروع میشه، اینجا تازه دانشگاه مدرسه تازه شروع میشه، اینجا تازه کتاب و حکمت که همون محکمات و متشابهات هست، حقایق زمین و آسمان هست، تازه از اینجا ما شروع میکنیم به چی؟ به تعلیم دیدن. یزکیهم و یعلم الکتاب و الحکمت، پاک میسازیمشان و بعد میآموزیمشان کتاب و حکمت. یعنی اگر تسکیه شد به مشاهدات و به مکاشفات این برنامه رسید، فکر نکنید یعنی کامل شد. اگه اون بچه 2 ساله کامله، خب اون آقایی که مشاهده میکنه و مکاشفه میکنه آقای هم کامله. خیلی هستن به این مقام که میرسن فریب میخورن، گول میخورن. نمونهش حضرت آدم دیگه، قلب پاک، مشاهدات و مکاشفات، همه چی، ولی چی؟ دارای اسماست، دارای اذکار نیست، دارای حکمت نیست، دارای معنویت. این در حقیقت آموزش براش نبوده. اگر آموزش براش بود فریب نمیخورد، فریب شیطان رو نمیخورد. بچه همه چیز رو میبینه و میشنوه، اما فریب میخوره. میگن طفل معصوم، این طفل پاک.